صبح بخیر به مردم تاجیکستان و غریب بچه های تاجیک. روز سعیدی جمعه به کل مردم تاجیکستان و غریب بچه های تاجیک مبارک باشد. جمعه باز آمد، چقدر با برکت است. جمعه سر تا سر شکر و نعمت است. جمعه عید اهل ایمان است و صفاست. جمعه روز در حضور مصطفی است. روز خورشید است و نور است و صفاست. روز اقبال و قبول دعاست. جمعه را احمد چیز با وصف کرد. جمعه را احمد چیز با وصف کرد. جمعه را عید مساکین رسم کرد. یاد حق کن تا که حق یادت کند. راز حق کن تا که ابرازت کند. یاد حق کن، شکر حق کن، هر دم از همه مشکل ها رهایت کند. سربلند و خانه آباد باشین مردم تاجیکستان، هر جای باشین. السلام علیکم.